دوستان چطور اومدم با یه قسمت دیگه از سری ماینکرافت. حالا بریم سراغ ویدیو. من این دفعه میخوام یک تابلوی بازدید بذارم. مثلا شما چند تا منو بازدید کردین همونقدر، یعنی مثلا یه تابلو اینجوری میذارم، یه دونه چیز صفحه روشو با سنگ مثلا عدد مینویسم. مثلا الان ما 14 تا بازدید ماینکرافت گرفتیم. اینو یه فیلم دیدم ایده گرفتم. آره دیگه. خب براش میخوام چوب صورتی بذارم برای تختش. حالا بعد این چیز مثلا فارم آیرون و اینا، ببخشید یه لحظه پیام اومد، فارم آیرون و اینا زدیم دیگه، چیز میکنیم مثلا آیرونیش میکنیم. بکن مخش ایرم بکن بکن من نمیکنم. بکن این چیه دارم میکنم؟ چوبش بکنم خیلی خوب. اینجا چهارم شد رو هرچی بیشتر بهتر. خب من میام تابلو رو اینجا هم گوسفند زرد، خودم فکر کنم زردش کردم. هیچ این نظرم این کنار. خب ای وای میترسم من از خودم. بفرما آزادی. آخیش فرار کردم خیلی چه خوبه این ویلیج. ویسه الان نمیسازم وای میشم صبحه. خب صبحه نمیسم صبحه. اون موقع میرم سراغ بقیه کارم. کجا میرم؟ این شکلی مثلا وایسه نمونه بزن. اینجوری یه دونه یه این شکلی یه دونه چیز میزنم تابلو، یعنی اینو بزرگتر میسازم، روش عدد مینویسم. حالا مثال بهتر امشب بابام چقدر پیام میاد. یه لحظه وایس من بذارم رو حالت پرواز، شاید پیام نیاد. یا خدا نه حال این نه حالا رو دوست دارم. اینو میذارم اینجا نه حالو بده. اینو میکنم اینجا. خب یک دو سه، دو تا اینور این وسط باشه، دو تا اینور. خب این فکر کنم کوچیک شد. یه دونه اینجا مساوی باشه، یه دونه اینجا. خب حالا یه اسکلت میزنه منم این داده پایین. حالا چرا اونجا گذاشتم؟ بگی ای بابا فکر کنم یکم این نوع چوبا داشته باشه. یا خدا کجا میفتن؟ فکر کنم کافی باشه دیگه. یا علی کجا افتاد؟ حالا اینو میرم برمیدارم. خب این تابلوی خوبه دیگه، بزرگی خودش. میرم تو خونه سنگ بردارم، نداشتم معاینه میکنم. بپر پایین. آها اینو من چرا میرم پایین. بابام برو پایین دیگه. خوب شد. اینجا چی دارم؟ سنگ دارم 64 تا 12 تا تو جیبم داشتم ولی به در نمیخورد. میخوام چیز با این چیزا بزنم بهتره. نمیدونم همه سنگ میزنم. میخوام
چی بود اسمش یادم چیز همین تابلو شماره 14 رو بزنم. 14 تایی شدم. 14 تا بودی. چجوری بزنم 14 رو؟ چجوری؟ این خوبه. افتضاحه. همه یکی فارسی. ای وای اندرمن اگه من نست من اندرمن میدردم. من دوگونه. خب من یه لحظه ویدیو رو قطع میکنم، میرم اون اندرمن رو میکشم میام. خب دوستان من رفتم اندرمنم کشتم، لعنتی هیچی نداد اندرپیل هیچی. خب اومدم این تابلوه رو درست کنم، هیچ ایده‌ای به نظرم نمیرسه چی درست کنم. نمیدونم والله. نمیدونم چجوری چهار رو درست کنم. این شکلی بذارم. چیه؟ خودم رو دارم مسخره میکنم. بسه تابلوش بزرگتر کنم. نه 61 یه اندرمنه دیگه. الان میاد جلو صورت. دوباره یه اندرمن. حالا اونو بهش محلی نمیدم، سعی میکنم. این یکش. چهارشو موندم چجوری درست کنم. چهارش ولی چجوری درست کنم. چهارش چجوری بذارم. حالا یه روز میام اینو درست میکنم. حالا اینو ول کن، بریم کارا خونه رو انجام میدیم. امروز میخواستم در مورد این باشه که نشد. این چیز کو این چیز دارم هیچی. برو اگه زامبیم. خب ای بابا چه نردبون گذاشتم. خب چه کار کنم؟ شده کنها کار که میتونم بکنم ماین کردنه. ماین برو باین. خب ماین و هنو به قار نخورد. خدا رو شکر انگاه کنده به قار نخورد. بکن. خب یه سه تورچ بردارم. کجاست؟ اینو بکن. نمیخوام داشت اینو باشه. خب بکنم اینو ایس. خب اگه الان اینو اینجور بذارم، اینو اینجور بذارم، خطش دادم. در لحظه سکوت شدم. همه جا سکوت. الانم دارم چیز ساعت 10
ساعت 10 نصف شب دارم براتون فیلم میذارم. خودم باور نمیکنم. این رو کم برو بالا. خب شب یا صبح من اگه آیرون که دارم. ایسا که آیرونه 5 تا آیرون. چه خبره؟ به نظر من یه باکت داره. نه در چشما بگیم من با این 5 تا چه کار کنم. کلنگ دورم چیه سادم. بچه شما برام بنویسین بگین چی درست کنم. نمیدونم میگم هایجی یه سولو خورشیده امشب دلم میخواد تا فردا بنوشم من زیبه. فردا میرم شکار کنم. قسمت بعدی امروز چند تا شکار میرم کنم. قسمت بعدی میریم چند تا شکار زیاد. یا آدم گوش موش میاره. یا خاله چرا باگ شدم؟ برو پایین. خیش کریپری چیزی نی. فکر کردم کریپر علف فکر کردم. خب اینو ببن. خب حل. خب این چیه؟ هیچ ترابچه. چیه ترابچه؟ فعلا 34 تا ترابچه دارم. ترابچه خب یا خب بریم شکار کن. یا علی اندرمن یا خود اندرمن. یعنی گرخیدم تو خودم. اندرمن هستم الان. یا اندرمن میاد جلو صورت. بمیر. خشم زرد. خب من برگردم خونه. برای همینه که جمع کردم خوبه. بس است. او زامبی اون پایینه. من فرارمو کنم. یا علی قدم لازم اما آخیش ریستم بخورم. خب دیگه نه اشیا نه. ولی این داره من الان میاد توی خونه من میترزم داره. ترنگم میترزم. ایسا انقدرشو بده. خیلی همون رو بده. خب این صندوقا رو هنوز استفاده نمیم. این بالاشو چیز کردم. اسلب رو داشتم بتونیم اینا رو بکنیم. یه لحظه این چیزم خالی کنم. اینونتوری 34 تا تروبچه دارم. تروبچه نمیدونم دیگه که میتونم پر بذارم. خب ایسا میخوام یه کاری کنم. یا خب این گله رو تبدیل به رنگ میکنم. حالا نمیتونم این رنگه رو میذارم رو این رنگ. خب ایسا بخار برده. آها بدویه واسه این نویسیزه. اینم پیله میتونم اینجا بذارم. خیر میام وقتی واسه ویس از چست کوچیک شروع میکنم. این چست رو پر اینا بذار باشه دارم دستم. اینا بذارم اینجا ویس. میام استیکا رو برم دارم. 4 تا استیک کافی. 4 تا استیک با چند تا 6 تا سنگ. یکیش اینجاست. چند تا دیگه 5 7 تا دادم. نه 8. خب 5 تا میشه. 3 تا پس میشه.
ای بابا هم یکی دیگه باید بردارم. خب این 6 تا شد. خب میام اینجا یه تبر اول میسازم، بعد یه کلنگ تمام. خب دوستان دیگه تا اینجا بسه، تا یه ویدیو دیگه خدافظ.